این ریف پارکه، اینجا تلکابین سوار شیم بریم بالا. دیشب البته اینجا اومده بودیم تو این پارکه، ولی کلا تو برنامه‌مون این بود که امروز بیایم که تلکابینش رو بخوایم بریم تو روز. بعد خیلی آفتاب الان این بعد این که همین میریم بالا قلعه، اسم قلعه یادم رفت چی بود. بعد میریم همون بالا یه رستورانی پیدا کردیم نهار میخوریم دیگه. همین فعلا الان تو صفیم، خیلی صفش هم خیلی زیاده، طولانیه. بچه ما رفتیم با تلکابین بالا از این مسیر که اینا دارن میرن. منتها یه مسیری بود که بسته بود تا اون قلعه و اون رستورانی که میخواستیم برای نهار بریم. حالا نمیدونم، احتمالاً از پایینم راه داره، از پایین الان میخوایم بریم. قلعه رو فکر کنم دارن بازسازی میکنن. همینه عرفان، فکر کنم اینجاست. حالا احتمالاً بریم نهار بخوریم الان.
بازم. باشه این برای شما. مرسی. این برای ما. بعد شما ناهار خوردیم. البته اونجا که میخواستیم بریم بسته بود. رفتیم همون رستورانی که شب اول رفته بودیم. بعد الان داریم میریم کجا میریم؟ شاپینگ. آها، پل عشق که روش روی پل مثل این که حالا نمیدونم عکساشو فقط دیدم که کلا عشاق میان قفل و زنجیر و اینا میبندن. بعد همین داریم میریم اونجا رو ببینیم و بعدش هم احتمالا میریم یه مالی و بچه این پل عشق که میگفتن اومدیم. جالبه. بعد اسمشون هم روشون نوشتن. بچه ها اینجا انقدر باد داره و سرده که من مجبور شدم حجاب کنم دیگه. این هم پل عشق بود. جالب بود. ما حالا احتمالاً الان میریم سمت یه مالی قرار بریم. حالا اونجا میچرخیم تا شب و بعدش هم شام میخوریم و دیگه امشب احتمالاً میریم خونه دیگه. برنامه دیگه ای نداریم.
hat verloren. Doch חזתי מתעסק. بچه اینجا چیز اعتراضات کلن تو شهر تو بعضی نقاط، حالا همه اینجا این شلوغیه واسه همینه که کلن داستانش اینه که مثل اینکه گرجستان قرار بود به اتحادیه اروپا بپیونده، ولی چون که حالا رئیس جمهورشون عوض شده در واقع یکم سمت و سوی روسیه است و مخالفت کرده با این قضیه و میگه که نباید به اروپا بپیونده. بعد آدمای عادی اومدن تو خیابون حالا اعتراض میکنن و اینا. کلا داستانش اینه که اینجوریه. الان اینا همه جمع شدن اینجا، بعد اینجوری بچه سلام، چطورید؟ روز 4 اومدیم تبلیسی مال. بعد بالاخره تونستم یکی از چیزایی که میخواستم رو پیدا کنم چون یه شعبه دیگه رفته بودیم نداشت اون چیزی که میخواستم و بعد اومدم اینجا بازم نداشت، چند تاشو نداشت. یکیشو تونستم پیدا کنم، خرید داشتم. بعد اینکه همین یکم اینجا میچرخیم امروز تا بعد از ظهر، احتمالاً ناهارم همینجا بخوریم. بعد همین بچه بینیم دوتا اینجا
بچه ها سلام، چطورید؟ امروز روز 5 ما اومدیم مسجد جامع تفلیس. این بناییه که اینجا میبینید. حالا نمیدونیم که بلیت داره یا نه، بریم ببینیم که چجوریه، توش میشه رفت یا نه. بچه آخونده اینجا این شکلی هم کاپشن میپوشن. خیلی بلنده اینجا. بعد ما هم یه دونه شم گرفتیم، گفتیم بیایم روشن کنیم. نمیدونم چند جوری اینجوری. بچه ها سلام، چطورید؟ خوبید؟ ما رفتیم ناهار خوردیم یه جایی که بچه ها گفتش که یعنی قبلا رفته بود، بعد واقعا هم غذاش خیلی خوشمزه بود و اینکه بعدش هم اومدیم توی این خیابون اصلی شهر روستافلی. بعد کلا این خیابون اینجوری کلشو نورانی کردن، اینجوری چراغ
زدم واسه کریسمس. امشبم سال نو میلادیه ساعت 12 شب و اینکه حالا ما فعلا الان ساعت 6:30 ما فعلا تو خیابون میمونیم، یعنی میریم دور میزنیم و میچرخیم و تو پاساژا و اینا تا آخر شب که سال تحویل شه که سال عوض شه، سال نو بشه. بعد همین. بچه ها یادتونه من 2 تا کفش بهتون نشون دادم؟ الان اومدم اینجا، یعنی نخریدم، هیچ کدوم اونا رو نخریدم، لاگوس بودن، برندش لاگوس بود، ولی گفتم که بیام آدیداس و نایک و پوما و اینا رو هم ببینم. بعد الان 3 تاشون اینا بغل هم اینجا هست. بعد اومدم 3 تاش هم دیدم، ولی از یه مدل تو پوما خوشم اومد، خیلی خوشگله. حالا اینه، این یه تم سرمه‌ای داره. حالا احتمالاً که نه، ما دیگه رفتیم تو دیگه، آخر شب بود و امشب هم چون کریسمسه دیگه حالا زودتر دارن میبندن، ولی فردا تعطیل اینجا کلن، پس فردا احتمالاً بیام اینو بگیرم. ولی حالا ازشم پرسیدم، گفت تخفیف هستش حالا تا یه هفته. امیدوارم که درست متوجه شده باشم یا اون درست متوجه شده باشه که من چی میگم. دیگه اینجا الان شلوغه و همه ترقه بازی و آتش بازی و بوق و سوت و مثل عید خودمونه. بچه‌ها ما داریم میریم یه واینری، بعد از این کوچه ها داریم رد میشیم، زده که 2 دقیقه دیگه میرسیم، ولی اینجا اصلا شبیه به این نیستش که ما 2 دقیقه دیگه برسیم. بعد خیلی هم ترسناکه.
چون فکر کنم پیدا کردم بچه ها اینجا How many guests do you have? Four. You can sit in the bar or in the bench as well. Always, yeah. Herhalde.